خب بسم الله الرحمن الرحیم. شایان نصاب هستم. آموزش نصب رله قطع کن برای چشمی روی دزگیر استیلمیت. یه دونه از معضلایی که هستش، دزگیر استیلمیت خروجی چشم نداره و شما زمانی که به این 3 تا سیم بس میبندید چشم در حال حرکت هم میزنه و ما باید یه رله بذاریم که خاموش در حالت رانندگی، چشم راننده رو اذیت نکنه. خب ما زرد رله قطع کن رو به همراه منفی چشم به منفی دائم میبندیم و سیم سفید رو به ACC که سویچ باز شه رله قطع کنه و سبز کناری رو به مثبت چشم، سبز وسط رو به مثبت، که زمانی سویچ باز میشه رله عمل کنه و مثبت رو به این پایه وصل کنه که مثبت چشم برقرار